قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در یک اظهارات که روز 7 دکامبر توسط خبرگزاری دولتی خاور نشر شد، مسئولیت تیرپرانی نیمه دوم روز 16 دکامبر در مرز چارکو با نویه بادکند قرقیزستان به دوش ساکنان قرقیزستان بار کرده، رفتار آنها را عملهای نوبتی ضد حقوقی شهروندان قرقیزستان در قلمرو تاجیکستان نامید. بنابراین اظهارات 16 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 16:50 در قطعه دیدبانگاه سرحدی اتریاد سرحدی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در دهه سامانیان دلیل از جانب شهروندان جمهوری قرقیزستان ساختمان غیر قانونی به قید گرفته شد. سردار دیدبانگاه سرحدی قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان به خاطر جلوگیری از عملهای ضد حقوقی شهروندان قرقیزستان با همتای قرقیز خود واخوری دایر نمود، اما ضمن واخوری شهروندان خشمگین جمهوری قرقیزستان به رفت آن خلل رسانیده به مرزبانان تاجیک حمله کردند و به سوی آنها سنگ پرتافتند. چون در حالت قبلی با برا انداختن اغوای نوبتی شهروندان قرقیزستان به پیش حرکت کردند و با این به حیات و سلامتی مرزبانان تاجیک تهدید نمودند، سردار دیدبانگاه سرحدی جمهوری تاجیکستان وضعیت را درست ارزیابی نموده با مقصد رفع اوجگیری نزاع با رعایت قطعی طلبات مقرر نموده قانون به هوا دو تیر آگاهی خالی کرده ازدحام خشمگین را بازداشت. گفته می شود در هزارات مرزبانان تاجیک. همچنین گفته می شود که نمایندگان مرزبانی طرفها به جای حادثه آمده جهت تحقیق یکجایی این حادثه به موافقه آمدند. قبلا خدمات مرزبانی قرقیزستان گفته بود که حادثه گویا در قلمرو قرقیزستان روی داده. مرزبانان تاجیک هم گویا اعتراف کردند که بی اساس تیر کشیدند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زده‌خوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و حدود 240 زخمی شد. این زده‌خوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می شود.